با سلام خدمت شما آقای دکتر رضا براهنی و تشکر فراوان از این که دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتیم. خیلی متشکرم. من به شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر براهنی، من لزومی برای معرفی شما در مقدمه این مصاحبه نمی‌بینم، چون خود شما به علت صرف تمامی زندگیتون در عرصه‌های ادبی و اجتماعی به ویژه برجستگی موقعیتتون در اون عرصه‌ها یکی از نشانه‌های شناسایی جامعه‌ای هستید که اسمش ایرانه و نمونه برجسته هستید از انکشاف خلق آذربایجان و ملت ترک در ایران. تصور خود من اینه که شما جدا از جایگاه برجسته ادبی و اجتماعیتون یکی از پدران معنوی ترکان در ایران به شمار میرید. به همین اساس من میخواستم به مناسبت اول ماه مهر روز بازگشایی مدارس در ایران به صورت مختصر هم که شده با شما گفتگویی داشته باشم. اول سوالم اینه که اهمیت زبان مادری برای کودکان در چیست و استمرار رشد زبان کودک با آغاز به تحصیل چه جایگاهی در نزد هر کودک دارد؟ بفرمایید. زبان مادری اهمیتش در اینه که عجیب به مادر وابسته است، به ارتباطی که مادر با بچه پیدا میکنه. این ارتباط به شدت عاطفیه و در این حال به شدت مادر سالاره، یعنی مادر رو اینجا درست نیست که به صورت سالار بزنیم، ولی در این حال مادر یک نفوذ خیلی خیلی عجیبی داره و ما میدونیم که زبان در حضور مادر هست که آدم یاد میگیره و در این حال به عواطف خیلی خیلی نزدیک مادر و بچه ارتباط عمیق داره و از این بابت برای ما زبان مادر مسئله اصلیه. وقتی که اشخاص زبان مادری خودشون رو پیش مادرشون یاد میگیرن و پیش پدر مادری در خانواده یاد میگیرن، طبیعیه که وقتی که وارد مدرسه میشن و به یک زبان دیگه‌ای، حالا هر زبانی، در مورد ماها زبان فارسی هست، ورود میکنن به زبان فارسی، خود به خود اون رشته‌های و علقه‌های اصلی عاطفی با مادر مدام در حال قطع شدنه و به جاش یک نوع رسمیت میشینه و طبیعیه که اون زبان رسمی هر قدر هم سر و کارش با مسائل عاطفی و اینا باشه، چون در ابتدا قابل فهم نیست، در واقع حتی عاطفی که در اون زبان هم وجود داشته باشه که معمولا در ابتدای تعلیمات هر مدرسه‌ای یعنی چون اوضاعی وجود داره، به اون زبان دوم به صورت یک زبان کاملا بیگانه و زبانی که دست و پاگیره و اجازه نمیده که انسان منویات خودشو و عواطف خودشو که در زبان مادری اونا رو یاد گرفته بیان بکنه، بچه دچار یک نوع شقاق عاطفی میشه. در نتیجه در واقع یکی اینه که شما یه زبان اول رو در ابتدا یاد بگیرید، بعد یه زبان دوم به شما یاد بدن. یکم اینه که به شما بگن که زبان مادری شما که تا یاد گرفتیم به درد هیچی نمیخوره و شما باید از این که وارد مدرسه میشین باید زبان یک رابطه مادری بچگی دیگه ای رو شما در نظر بگیرید. این به نظر من یکی از ظلم‌های خیلی خیلی بزرگه که به ذهن کودک میشه و بچه از همون اول در واقع با یک نوع عادت از خود بیگانگی، از خود دور شدن، مخصوصا از مادر و پدر دور شدن و نزدیک شدن به یک حوزه‌ای که در اون مادر و پدر وجود خارجی ندارن. یعنی در مدرسه در مورد ماها البته بیشتر مسئله زبان فارسی هست و بعداً هم خود به خود زبانهای بیگانه دیگه تدریس میشه. مثلا یه دفعه عربی تدریس میشه، بعد در کلاس‌های متوسطه انگلیسی تدریس میشه و بعد اگه دانشگاه برین زبان دیگه هم ممکنه که شما یاد بگیرین یا ممکنه یاد نگیرین. ولی به هر طریق کسانی که به
زبانی غیر از زبان فارسی زاده میشن، به طور کلی با این مشکلات خیلی عجیب غریب روانی زندگی تحصیلی خودشونو شروع میکنن و در واقع محبت مادر جانشین زور و قدرت زبان تحمیلی میشه. با وجود اینکه یونسکو امروز یک روز رو در سال به عنوان زبان مادری به مطرح کرده، خواستم بپرسم در مورد اهمیت زبان مادری در کنوانسیون‌های بین‌المللی اگه ممکنه کمی توضیح بدیم. در کنوانسیون‌های بین‌المللی به طور کلی وقتی که میگن زبان یعنی زبان مادری و زبان‌های دیگه در ابتدا مطرح نیستن. یعنی انسان ها قراره که زبان مادری خودشونو همونطور که در خونه یاد گرفتن در جاهایی که کم یاد بگیرن. در نتیجه هم یونسکو و هم تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر روی این قضیه تاکید دارن که زبان مادری اصله. در ایران متاسفانه اینطور نیست. زبان مادری بلافاصله مثل این که همه یک بار دیگه هم باید از مادر جدا بشن و این همونطور که عرض کردم در مورد سال اول احساس به اصطلاح از خود بیگانگی و اشخاص دست میده، احساس بیگانگی و احساس عدم تطابق با محیط دست میده و در نتیجه مدرسه تبدیل میشه به یه جایی که اونجا خفقان هست و طبیعیه که مدرسه نباید مرکز خفقان باشه. من یادمه که ماها که مدرسه رفتیم وحشت داشتیم از مدرسه، بدن این که اونجا قرار بود که یه زبان دیگه ای رو به اصطلاح همه چیز رو به زبان بیگانه یاد بگیریم، مخصوصا که در خونه اصلا کسی نبود که فارسی بلد باشه. سوال بعدی من اینه که روز اول مهر ماه در ایران میلیون ها کودک به زبان بیگانه از زبان مادری به تحصیل آغاز میکنند. یعنی در واقع اکثریت 65% کودکان ایران به زبانی غیر از زبان مادریشون مدرسه را آغاز میکنند. این مشکل از کجا ریشه میگیره و چگونه میشه به این بی‌عدالتی علیه کودکان پایان داد؟ مشکل اصلی از اینجا پیدا میشه که در ایران موقعی که تعلیمات رسمی شروع میشه فکر میکنن که باید این تعلیمات رسمی نه به زبان مادری بلکه به زبان فارسی باید صورت بگیره. به طور کلی یک عده بودن در اون دوره که تحصیلات خودشونو در آلمان و یا فرانسه گذرونده بودن و بیشتر کسانی که در آلمان جمع شده بودن اونها قصدشون این بود که حتما شیوه هایی رو که در دو جای مختلف، یکی در ایتالیا و یکی هم در آلمان، اینها رو به یه صورتی در ایران مستقر بکنن. در اون زمان این آدمان که اونجاها جمع شده بودن، اگر کتاب های مختلف رو خونده باشین خواهید دید که بیشتر از مشروطیت دلزده شده بودن و اینا فکر میکردن که باید در فاصله بین مشروطیت و اونچه که بعداً قراره که بیاد یک آدم قدرتمندی رو به اصطلاح بر سر کار بیارن یا یه اتفاقی بیفته تا یه آدم قدرتمندی به اصطلاح حکومت ایران رو به دست بگیره و در واقع با سلطنت پهلوی دستاوردهای کل مشروطیت از بین بره و همونطور که بخش اعظم اون در واقع از بین رفت و اینا اعتقاد داشتن که باید زبان فارسی زبان رسمی بشه. در این مورد کافیه که آدم به نوشته های دکتر محمود افشار که به نظر من به 65% جمعیت ایران در اون زمان و بعد در طول این 70-80 سال گذشته عملا خیانت کرده، به اون قضیه نگاه بکنیم و میبینیم که بعد اون میگه که باید به طور کلی تمام زبانهای دیگه در ایران از بین بره، به دلیل که او زبانها رو در واقع نماینده ملوک و طوایفی در ایران میدونسته و بقیه آدمات هم در واقع در همان حد و حدود به این قضیه نگاه میکردن. بعداً این به اصطلاح رسوخ پیدا کرد در ذهنیت به اصطلاح حکومتی که اومد سر کار و به همین دلیل شروع کردن در مدارس به زبان فارسی همه چیز رو شروع کردن به تدریس کردن و قطع
کردن زبانهای مردم. از این نظر به نظر من اون تعلیماتی که در اون دوره داده شده دکتر محمود افشار و بعد این تعلیمات که همینطور ادامه پیدا کرده و الان تبدیل شده به یه صورتش تبدیل شده به یک نوع پانیرالیسم عجیب غریب و در واقع اینکه ایرانی وجود داره و از ابتدا همه چیزش آریایی بوده، زبونش فارسی بوده و فلان اینا و ترک‌ها غاصب بودن و کردها و چی اصلا باید به زبون دیگه حرف بزنن، اعراب همشون تاسی بودن و فلان اینا. این نوع مسائل باعث شده که اون حرکتی که شروع شده بود عملا تبدیل بشه به یک نوع راسیسم ریشه دار، طوری که این راسیسم ریشه دار عملا مثلا در دایره المعارفی مثل دایره المعارف ایرانیکا نفوذ و رسوخ عجیب غریبی پیدا کرده. بدانید که دکتر شاطر خودش شاگرد در واقع دکتر محمود افشار بوده و در همون مجله آینده و بعدها که تبدیل شده به راهنمای کتاب، بعد مجددا هم تبدیل شد به آینده که بعد تعطیل شد. این حسیه که درست شده و اشخاصی که دور بر اینا بودن هنوز هم همونو القا میکنن. مثلا چیزی که یه وقتی به نام کلک چاپ میشد و دقیقاً همون تعلیمات دکتر محمود افشار رو به اصطلاح برده اون تو و بعد در بخارا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. اینها اعتقادشون اینه که هر کاری باید بشه فقط برای اطلاع زبان فارسی باشه و به طور کلی زبان فارسی باید تدریس بشه و غیر از زبان فارسی زبان دیگه‌ای از زبانهای مادری در ایران رو نشه و حرفش زده نشه و به همین دلیل هم هست که این خفقان به اصطلاح زائد الوصف و به سراسر مردم ایران تحمیل کردن. بدون اینکه اولا در ذهنیت توده های ایرانی نسبت به زبان فارسی یک کینه پیدا شد و در این حال کسانی هم که به اصطلاح معتقد بودن که زبان فارسی زبان برتره، یک نوع حس تحقیر عجیب غریبی در صاحبان زبان فارسی نسبت به زبانهای قومیت‌ها و ملت‌ها و ملیت‌های بقیه ملیت‌های ایران پیدا شد. نتیجهش به نظر من نژاد پرستی، تعصب و یک نوع به اصطلاح الغاء شبهه عجیب غریب راسیستی در سراسر ایرانه و این باید قطع بشه. سوال بر این در همین رابطه هستش، در سیستم آموزشی ایران که خرج اون از مالیات و کار تمامی مردم ایران و در واقع از رنج و کار ملیت‌های ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب تامین میشه، اما تمامی بودجه فرهنگی کشور تنها صرف رشد و گسترش زبان فارسی است. بالاخره این رنج مردم، رنج تمامی مردم کی و چه چشم‌اندازی داره که عادلانه بین مردم در عرصه فرهنگی تقسیم بشه و بتونن این مردم از فرهنگ و زبان خودشون به صورت مساوی و عادلانه بهره مند بشن؟ این سوال بسیار دقیقی به دلیل که اونچه که در ایران زیر زمین هست و آنچه که روی زمین هست و اونچه که دسترنج کار مردم ایرانه متعلق به مردم ایرانه و این باید علی السویه به طور مساوی بین مردم ایران از هر لحاظ تقسیم بشه. از این نظر فرق نمی‌کنه که شما نفت رو مثلا در یه جایی استخراج بکنید، مصر رو در یه جای دیگه استخراج بکنید یا کشاورزی در یه جایی قدرت بیشتری داشته باشه و یا هر چیزی دیگه، اینا همشون مال مردمان ایران هستن و اینها باید به طور مساوی بین مردم ایران به اصطلاح به مصرف برسه. این